دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو روز 16 مای سال 2024 زمان حبس پیشکی 4 عیبدار شونده اساسی در حمله خونین تروریستی روز 22 مارس در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو را 3 ماه دیگر تمدید کرد. تلگرام کانال خدمات مشترک مطبوعات دادگاه شهر مسکو خبر داد که با قرار دادگاه نویه بسمانی همه 4 عیبدار شونده اساسی که عاملان اصلی حمله تروریستی در کراکوس دانسته میشوند، سید اکرم رجوی زاده، دلیرجان میرزایی و فریدون شمس‌الدین، تا 22 آگوست سال 2024 در حبس پیشکی باقی خواهند ماند. مهلت کنونی حبس پیشکی آنها 22 مای به انجام میرسید. همه این 4 نفر زاده تاجیکستان بوده بر اساس ماده 205 قسم 3 بند ب کودکس جنایتی روسیه به انجام حمله تروریستی عیبدار میشوند و آنها بر اساس این بند قانون از 15 تا 20 سال زندان و یا حبس عمربات تهدید میکند. اما با در نظر داشت شماره قربانیان حمله کراکوس به احتمال غالب این 4 نفر را حکم حبس ابد خواهند داد. یادآور میشویم شام 22 مارس سال 2024 افراد مسلح قبل از کنسرت گروه موسیقی روکی پیکنیک وارد تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در کراسنogorsk شده ازدحام را تیرباران کردند. این حمله 145 کشته به جا گذاشت. بر اثر تیرباران 40 نفر کشته شده، 105 نفر دیگر در سوختاری که بعد آن فرا گرفت جان خود را از دست دادند. در عموم با اتهام مربوط به حمله تروریستی کراکوس در روسیه تا امروز 19 نفر دستگیر شدند که 17 نفرش از تاجیکستانند. در پی اشتراک زادگان تاجیکستان در حمله خونین تروریستی از نام سازمان تروریستی داعش، مناسبت مقامات روسیه نسبت به تاجیکان شدیداً بد شد. هزاران نفر از شهروندان تاجیکستان در مرز روسیه با قزاقستان و در فرودگاه‌های روسیه درماندند، زیرا تفتیش آنها طولانی شد. 100 نفر از آنها از تفتیش گذشته نتوانستند، به تاجیکستان اخراج کرده شدند. چنین برخورد نسبت به تاجیک‌ها باعث تنش بی‌سابقه در روابط دوشنبه و مسکو شد و حتی سفیر روسیه را به وزارت خارجه تاجیکستان دعوت کرده به او نوت اعتراضی سپردند. این هم در حالی است که این شب روز عین اوج موسم رفتن به مهاجرت کره صبح می شود. قرار معلوم هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کره تاجیکستان به خاطر تامین روزگار به روسیه به مرز کره می روند و میلیاردها دلاری که این مهاجران به وطن میفرستند نه فقط منبع اساسی درآمد اکثر عائله‌های تاجیکستان بوده، بلکه یک عامل مهم تامین پیشرفت اقتصاد و سودا در این فقیرترین کشور شوروی سابق نیز دانسته می شود.